بودم پارت 2. آی دکتر من دیگه نمیخوام تو اون رابطه باشم. خب بزا برو اصلا برو همه لباساتو جمع کن. یعنی چی؟ گاهی باید فهمید و ضربان زد که درک کردن از نداشتن داشته ها بیشتر از زمین صافه. 1 2 2 8. سلام وقتتون بخیر. یا خدا دوست. همین اول کاری بگم که خوب شدن تو به خاطر من پهلکی داداش فازشو نگیر. چی؟ داشت تو مریضم یا فاز سوپری رو داری و من اینجا تمرینت میکنم که بشی سال متمیز. من دیگه نمیتونم عاشق شم آقای دکتر. اینا کیان؟ اینو دانشجو ماما این دیوونه وجدان داشت دیوونه عشق داشت. مرسی بچه‌ها که اومدی. دکتر خوبی؟ بله ساما خودتی؟ آقای دکتر من پولام تمام شده دیگه نمیتونم بیام تراپی. راحت نیومدی اینجا که تو راحت ول کنی. نمیتونم بال بزنم پول در بیارم که. اگه نمیتونی پاوز کنی باید بدوی. بابا باسم بدم پول در بیارم. هرچی سخته بشه این تویی که بازم حاضری. حالا چند؟ سلام آقای دکتر. چرا اینجا هیچ کس نیست؟ اسپانسرم. یه رپرا تراپیست بودم پارت اول. آقای دکتر من از سال تحویل هیچ جا نرفتم. حالا هیچ کیو ندارم دیگه. پسرم هر جایی ها رو تحویل نگیر، هر جایی نرو شن داشته باش. آقای دکتر من اصلا حالم خوب نیست. تخمم نبود. آقای دکتر میگه من اصلا حالم خوب نیست. تخمم نبود. آقای دکتر من پول تخمم نبود. دکتر من دیگه حال ادامه دادن ندارم. تکون بخور مادر سگ. خواب تو من خوابم کرد. دکتر من با هیچ کس نمیتونم رابطه داشته باشم. دکتر داری چیکار میکنی؟ دکتر در حال بازی با کلمه در نیا عدو تنگاره. دکتر من نسبت به همه چیز سرد شد. نزا توی دل سردی بشینه گل من. بذار گریه کنم دکتر. نظر اشکاتو هر کی ببینه گل من. دکتر دیوونه شدم همش میخوام برم تو خیابون پلیسا رو بزنم. تو سگ کی باشی که با پلیس بجنگی ها؟ وای دکتر خیلی ممنون. فکر نمیکردم اینقدر تراپی بهم کمک کنه. دانیال تزان فکرشو نمی‌کردی نه؟ فکرشو نمی‌کردی نه؟ اسپانسر ما بده.